منتشر داد و امشب هم استون کولد. و بریم سراغ مین ایونتی که خب فکر کنم همتون منتظرش باشید. جان سینا امشب همین چهره بتونه به پیروزی برسه، بالاخره تبدیل میشه به پر افتخار ترین کشتیگیر تاریخ صنعت پرو رسلینگ. 17مین قهرمانی و گذر از رکورد بزرگ و افسانه‌ای ریک فلر. خیلی مسابقه اساسیه. به قول یکی از رفقامون، جان سینا اگه امشب برنده بشه حکم قهرمانی جام جهانی مسی رو داره. ببینیم آیا میتونه موفق بشه، ولی خب حریفش اصلا حریف دست و پا بسته نیست. کودی رودز قهرمان حال حاضر تایتل اندسپیوتد، چهره‌ای که خب بیش از 1 ساله که صاحب این تایتله. فرزندش هم در آغوش میگیره. کودی رودز پسر داتسی رودز کبیر و اینم کمربند زیبای اندسپیوتد. ببینیم چه خواهد شد. مین ایونت جذاب شب اول که مین ایونت شاهکار بود، شاهکار. حالا من که لایو رو دیدم، حالا این مسابقه رو که با هم دیگه میبینیم، ولی به نظرم همچنان مسابقه یا رومن ست رولینز سی ام پانک بی نظیر ترین مسابقه رسلمنیا 41 بود. یعنی طرفا انقدر دارن با هم دیگه خوب کار میکنن، رومن و پانک و رولینز عرض میکنم، انگار اصلا 5-6 سال فقط سر اون مسابقه دارن با هم دیگه همکاری میکنن. خیلی جذاب. اگه ندیدید حتما به صورت فول شو تماشا کنید. به هر حال بریم سراغ مین ایونت. جان سینا فیستاپ انجام میده. ببینیم اینجا توی برگشت یه دونه پیک بوده سنگین. رایت هند، بازم رایت هند. از این سب با یه دونه کیک جوابشو داد. جان سینا گوشه تاپ رول، وضعیت خوبی نداره. ببینیم اینجا خدای من کوبوندش به تناب رینگ. همچنان صاحب مامتوم جان سینا چقدر داره خوب کار میکنه. برعکس کودی کاملا سرحال و قبراق داره مسابقه میده، در حالی که خب سن و سالی از جان سینا گذشته و 6 ماه بیشتر قرار نیست در این تور بازنشستگی کشتی بگیره. ولی کودی رودز دوران اوجشه، دوران پرایمشه، حداقل 10 سال دیگه میتونه کشتی بگیره. ضربه وارد کرد به سر کودی رودز. همچنان صاحب مامتوم جان سینایی که دیگه فیس نیست و به عنوان هیل ترن مشغول به فعالیت. دیلیتی شد زد. از این سمت هم اسکوپ. نه عوض میخوام شلو تک. داخل لایف هم گفتم اسکوپ پاور اسلم، اینجا هم میگیم اسکوپ. کلن جان سینا با رندی اورتون قاطی شده. به هر حال ببینیم اینجا حالا اسکوپ پاور اسلم، حالا اسکوپ پاور اسلم و اینم ایسی گریف و کودی کاتر. ولی رول به اتمام نرسید. دوباره پانچه پی در پی. این سهم اجازه بهش دادن نشد. میره واسه استیف. نه بلندش کرده واسه بله فینیشر انجام شد، اما خب بازم کیک اوت. میخواد انجام بده. یوکن سیمی خودشو موفقم ظاهر شد. در تنابرین بالا رفته. وضعیت خوبی نیست واسه کودی رودز. نگو که میخواد تو همون وضعیت ای بزن و خودشو من فینیشر زد، ولی خب بازم کیک اوت. این سمت لگ دراپ تبدیل کرد به پاور بام و اینم دومین کودی کاتر رول، اما خب بازم نه. تو همون وضعیت بلند کرده واسه اینم سومین فینیش. میره واسه استیف. ببینیم آیا تسلیم میشه یا نه. اجازه بهش داده نشد. برخوردی و داشت به داور و اینم کراس رودز، ولی خب داوری نیست که بشماره واسش. شانس آورد جان سینا. گوشه تاپ رولم باز کرده. جاخلی به موقع برخوردی و داشت واسه بار دومم همین اتفاق افتاد. 4مین و اینم 4مین فینیش، ولی خب بازم نه. چه خبر اینجا؟ خدای من
درست میبینم؟ بله، تراویس اسکات. البته اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم وارد میشه، چهره‌ای که خود در الیمینیشن چمبر واقعا از خجالت کودی رودز خارج شد. حالا عزیزم اینم کراس رودز میره واسه کافر، ولی خب تراویس اجازه نداد به داور که شمارشو تکمیل کنه. دوباره داره حواس کودی رودز رو پرت میکنه. اینسان ببینیم قطعا در کش دیگه در حد و اندازش نیست. کراس رودز انجام داد روی تراویس، کمربندو برداشته، اجازه بهش داده نشد. ببینیم اینجا تایتل اندسپیوتد جانسن داره التماس میکنه و اینم لاپلا عنوان اندسپیوتد برداشته کوبون به صورت کودی رودز و تمام کار خانم آقایون، اینم از 17مین عنوان قهرمانی جان سینا در طول فعالیتش در بالاترین سطح. با این افتخار تبدیل شد به پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ صنعت پرو رسلینگ.